بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله سبحانه وتعالى میگه که ادعونی بطلبین از ما، دست دعا و بارگاه ما بلند کنین، استجب لکم تا ما بر شما اجابت بکنم. و در ادامه آیت شریف میگه که ان الذين يستكبرون عن عبادتی، یقینا کسانی که تکبر میکنن از عبادت من. پس اینجا دعا عبادت است و کسی که میگه از دعا تکبر میکنه، به بارگاه الله دعا نمیکنه و یا به عوض الله و مخلوق دعا میکنه، اینجا در خاتمه آیت میگه سیدخلون جهنم داخرین، اینا داخل میشن به دوزخ به شکل بسیار خوار و ذلیل. در آیت دیگه الله سبحانه و تعالی میگه و اذا سألك عبادی عنی، وقتی که بنده های ما در مورد ما سوال بکنه، فانی قریب، یقینا که ما به بنده خود بسیار نزدیک هستم. اجیب دعوت الداع، ما دعا کننده را اجابت میکنم. اذا دعانی، وقتی که یا به شرطی که او دست دعا به درگاه ما بلند بکنن، به مخلوق مراجعه نکنه. فلیستجیبوا لی، الله میگه پس شما به ما اجابت بکنین، یعنی آنچه که براتان امر کردم اوامر مرا اجابت بکنید. ولیؤمنوا بی، و به ما ایمان داشته باشین، عقیده تان به ما باشه، نه که به غیر الله باشه. لعلهم یرشدون، شاید که انسان ها به مقصد خود برسند. سوره بقره آیت 186. در حدیث شریفی که ابو داود در جلد دوم صفحه 78 و ترمذی در جلد پنجم صفحه 211 و ابن ماجه در جلد دوم صفحه 1258 روایت کرده، رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است. وقتی که دعا عبادت شد، پس میگه که الله گفته که وقال ربکم ادعونی استجب لکم، الله میگه دست دعا و بارگاه ما بلند بکنین. وقتی که عبادت شد، ما و شما میگیم در هر رکعت نماز که ایاک نعبد، یا الله خاص تو را عبادت میکنیم، و ایاک نستعین، و فقط از تو کمک میخوایم. همچنان حدیث دیگه هست از رسول الله صلی الله علیه و سلم که این هم ابو داود در جلد دوم صفحه 78 و ترمذی در جلد پنجم صفحه 557 و ابن ماجه در جلد دوم صفحه 1271 روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود ان ربکم تبارک و تعالی، یقینا که پروردگار شما حی کریم، بسیار حیاناک است، کریم بسیار با کرم است، یستحی حیا میکنه من عبده از بنده خود، اذا رفع یدیه الیه، وقتی که بنده دستای خود به بارگاه الله بلند کنه، ان یردهما صفرا، که این دست خالی رخصت بکنه. الله سبحانه و تعالی دست خالی یا صفر انسان رخصت نمیکنه. الله از بندش حیا میکنه وقتی که بنده دست دعا به بارگاهش بلند بکنه. در حدیث دیگه که ایره امام ترمذی و احمد ابن حنبل روایت کردن، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ما من مسلم یدعو الله بدعوت، هیچ مسلمان دعا نمیکنه به الله به یک دعای لیس فیها اثم ولا قطیعه رحم، یعنی سعی کنین شرط قبولی دعا چی هست که این گناه نباشه و قطیعت رحم نباشه، یعنی دعایی که او دعا گناه داشته باشه، یعنی یک دعای بد باشه. ما شما میگیم دعای بد کرد. ولا قطیعت رحم، و قطع رحم یعنی قطع رابطه با اقارب، الا اعطاه الله بها احدى ثلاث، مگر ای که الله سبحانه و تعالی برش یکی از سه چیزا میده. یعنی انسان که دعا کرد
رسول الله صلی الله علیه و میگه ادمین از این سه چیز یکیش برش میته. اما ان تعجل دعوته، یا که عاجل دعای ازیر اجابت میکنه. اما ان تعجل دعوته و اما ان یدخرها له فی الاخره، یا که ایره چی میکنه؟ ذخیره میسازه برای آخرتش. یعنی دعای مؤمن حتما قبول میشه. دعای مؤمنی که مطابق احکام الله باشه حتما قبول میشه، مگر در نتایجش سه نتیجه برش می باشه. یکی از سه نتیجه، یا ای که دعایش عاجل قبول میشه و ای آثارش میبینه، و اما ان یدخرها له فی الاخره، یا ای که الله به اساس رحمت خود دعای زیر قبول میکنه، برش ذخیره میکنه در آخرتش. مثلا تو دعا میکنی یا الله برای من یک دونه موتر 2016 بده، یا الله برای عاجل موتر 2016 میته، دعایت قبول میکنه. یا الله در علم غیب خود میفهمه که از دنیا که در آخرت برات خوب است، در پل صراط مردم پیاده روان است، همین دعای تو قبول شده، موتر 2016 اونجا داری و اون موتر از پل صراط مرور میکنی. متوجه هستین؟ و اما ان یصرف عنه من السوء مثلها، یا ای که وقتی دعا که دعای زی قبول شد، یک چیز خواسته در پالوی همی چیزی که طلب کردم برازی یک بدی هست که حال در بلا مبتلا میشه، در مقابل از دعا الله سبحانه و تعالی امو بدی را از پیش ازی دور میکنه. قالو اذن نکثر، اصحاب رسول الله هم گفتن خیلی وقتی که دعا اینقدر تأثیر داره و اینقدر منفعت داره و اینقدر قبول میشه و اینقدر به دنیا و آخرت ما فایده داره، پس ما زیاد دعا بکنیم. قال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الله اکثر، یعنی هر قدر شما دعا زیاد بکنین به اندازه کثرت دعای شما الله بر شما اجر بیشتر براتون نصیب میکنه، اما ثواب بیشتر نصیب میکنه. موضوع دیگه که است عبادات توقیفی هستن. عبادت ها چی هستن؟ توقیفی هستن. پس ما عبادت وقت امو قسم که رسول الله صلی الله علیه و سلم کرده امو قسم باید عبادت بکنیم. چی معنی؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ربنا دعا کرده، دعایی که در قرآن است، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. پس همیش گفته که یا پروردگار، یا مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم رب گفته، بر رب گرفته نام الله را، گفته اللهم رب جبریل، یا الله تو پروردگار جبریل هستی، رب میکائیل هستی. بناهن ما به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ دعا از پیش از او ثابت نیست که رسول الله گفته باشه یا الله به حق آدم علیه السلام، به حق موسی علیه السلام، به حق ابراهیم علیه السلام، یا ما فلانی رو برای تو وسیله میسازم، ابراهیم علیه السلام یا اسحاق علیه السلام یا یعقوب علیه السلام. این قسم نبوده. یا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم رفته باشه پیش قبر کدام کسی گفته باشه که به حق ازی، چرا هیچ کس سر الله حق نداره. پس دعای ما وقت قبول میشه که به طریقه کی باشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا زیاد میکردن و دعاها زیاد آمده. به این خاطر ما و شما اذکار است و دعاها هست که صبح و شام گرفته میشه. و این یکی از علما به نام حصن المسلم، پناهگاه مسلمان، این احادیث جمع کرده. ان شاء الله تعالی ما و شما همین احادیث شروع میکنیم و بخیر چی است که درباره ذکر الله هست و در دعاهایی که هست امیر شروع میکنیم. لکن قبل از این یکی از عبادت ها ذکر است، یکی از عبادت ها دعا شد و یکی از عبادت ها ذکر است. چرا؟ الله سبحانه و تعالی در آیت قرآن چی میگه؟ و این من شیء الا یسبح بحمده، و این من شیء الا یسبح بحمده. میگه هیچ چیزی در دنیا نیست، هیچ چیزی از مخلوقات نیست، حتی جامداتی که شما جامد فکر میکنین، نباتات، حیوانات، مایعات، گازات، تمام مخلوقات، میگه یار شما تو جامد فکر نکنین. هیچ چیز شیء، اطلاق شیء سر کل چیز میشن، هیچ مخلوق نیست الا یسبح بحمده، مگر او مخلوق چی میکنه؟ تسبیح میگه به حمد الله سبحانه و تعالی. ولکن
ولكن لا تفقهون تسبیحهم. لكن این مشکل شما انسان ها هست. الله میگه که شما تسبیح از اونا را درک کرده نمیتوانین. اونا تسبیح الله را میگن، الله را به بزرگی، الله را به عظمت، الله را به پاکی یاد میکنن، ولكن الله میگه ولكن لا تفقهون تسبیحهم، لكن شما تسبیح